حالا نوبت کوکای چریه. خب ببینیم بوش اول چجوریه. تقریبا مثل همونه ولی یه بوی عجیب تری داره. رنگش هم که همونه. یه بوی عجیبی داره. بوی گیلاس نیست هرچه. بوی میوه نیست. بوی میوه نیستش. خوریم؟ مثل آب میده. ها؟ مثل آب نمیده؟ مزه دقیقاً مزه همون چری مزه گیلاس میده ولی اسانسه. شوخی میکنی؟ خیلی مزه گیلاس میده؟ آره. نوت پایانی دقیقاً طعمش تو دهن دقیقاً همون مزه گیلاس میده. نه واقعاً من که اصلا هیچ مزه‌ای از این انگارم آب میخورم با یه کوچولو شکر. من همون فکر کنم 100 خورده‌ای بود دیگه. ولی نه همون کوکا اورجینالایی که توی ایران داریم خیلی بهتر بدن. عالی بچه‌ها اگه سابسکرایب هم دوباره یادتون نره. نره منو مریم رو لایک و سابسکرایب کنید. ما خیلی هماهنگیم بچه‌ها.